ازت یک سوال دارم. شنیدی که بود مانند دیدن؟ میام بعدا ادیت کنیم. بله. یه سوال ازت دارم علی. من یه سوال بکنم اصلا. اول من سوالم بکنم. بله. شنیدی که بود مانند دیدن؟ بله. بعد تو میگی که این دو تا سواله. درستش اینه که شنیدن کی بود مانند دیدن. یه سوال داره. تو دو سوالش کردی. حالا حسن چند سال کلاس بیان رفتی؟ دیگه بذار اینو بگم بعد اونو بگو بعد صبر کن. کارگردان داره میگه. تو هم عوض کنی. مجید جان یه سوال از دارم. شنیدی که بود مانند شنیدی که مجید جان یه سوال مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که بود مانند دیدن؟ ای بابا چرا زبونم نمیچرخه؟ یه بار دیگه. مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که بود مانند دیدن؟ یه بار دیگه. مجید زهر ما اینجا میخنده حواس منم فرض میکنه. مجید جان یه دقیقه دورخیز کن. یه لحظه دورخیز تمرکز بخوام لا کردم مغز از بس رفتم چرت و پرت گفتم فکر می‌کنم واقعا باورم شده منگولم. زهر مار. بریم مجید جان. آقا جدی باشید لطفا. آقا بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. بفرمایید. شنیدی که بابت مانند دیدن؟ بعد بله. که این دو سواله. درستش اینه شنیدن کی بود مانند. یه سوال دارم. اینجوری الان میتونی دوباره بگی؟ آره. من بگم. آره. بگو. مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که بود مانند من جفتم تو صورتت تا من الان در شرایط استیبل نیستم. دیشب کم خوابیدم. بابا وایسا. الان میفهمن آقا، میفهمن که نمیتونیم اینجا کات بزنیم. میفهمن اشک چشم اومده. آقا بریم یه بار دیگه بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. آقا مجید جانم نیست. بابا مجید جانم دیر تهیه کننده این برنامه کی بوده که اینو گذاشته موضوع؟ خدا شاهد میاد پیش من کل پول این پروسه رو میدادم که این موجی نشه، مهران رجبی به موجی بشه. بریم آقا بریم جدی. مجید جان یه سوال ازت دارم. بله. شنیدی که بود مانند دیدن؟ دوباره. بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. بله. شنیدی که بود مانند دوباره دیگه. کتک میخواد تو. بابا بگو دیگه. زبونم نمیشه. میدونم اگه نچرخیدم این دفعه چیز ریختم از دست. آقا اگه این دفعه نچرخیدم ادامه بده. مجید جان یه سوال ازت دارم. نخندی. وایس آدم باش دیگه. نه یه دفعه صبر کن. آخه مجید جانم خراب میگی.